خب برنامه ویژه پیکشادی به مناسبت انتخابات رژیم آخوندی رو ادامه میدیم. والا هنوز کار شروع نشده، همینطوری داره مطالب طنز مختلفی راجع به این قضیه میرسه. من نمیدونم که چقدرشو میتونیم میرسیم که منعکس بکنیم، چون خود رژیم هم به طور فعال داره صحنه‌های خنده‌دار ایجاد میکنه. از صبح این مراجع از کار افتاده و خسته به اصطلاح تقلید رژیم که سر جاش نشستن، صندوقا رو بردن به حضورشون و طرف حال نشه که دستشو برداره بیاره بندازه رأیشو توی صندوق. و بعد نکات طنزی که شما نوشتین، من چند تا موردشو که الان تو همین ساعت اولیه و دقایق اولیه به دستمون رسید دیدم، میگن هنر نزد ایرانیان است و بس فکر کنم که در زمینه طنزنویسی دیگه خیلی این صدق میکنه و مطالب جالبی نوشته. از جمله دوست عزیزی نوشته که برگه‌ای که خامنه‌ای انداخت به صندوق همین اول صبح اینو در بیارین، رئیس جمهور روش نوشته دیگه، بی خود زحمت شمارش و آرا و تلف کردن وقت و اینا رو به کسی ندید. موضوع خب به طور گسترده‌ای توی مطبوعات بین‌المللی هم انعکاس پیدا کرده. حالا من جنبه‌های جدیشو سعی می‌کنم در خلال صحبتمون بهش بپردازم، ولی خب طنزهای زیادی هم شاهدش بودیم که از جمله اینکه این گیج بازاری که رژیم تو دستگاه خودش داره جلب توجه همه رو کرده. مثلا صبح این پاسدار دهقان هست، این وزیر دفاع مثلا پاشات رفته وزارت کشور سرکشی بکنه به ستاد انتخاباتی کشور، بعدم ابراز رضایت کرده. معلوم نیست که اصلا این چیکاره است، برای چی میری اونجا، چه کار میخوای بکنی. و خلاصه حرفایی که زده یکی از یکی خنده‌دارتر. من تلاش میکنم که اگه برسیم در خلال صحبتمون یه خورده از این حرفای موزه که این رو هم بخونم خدمتتون. باز دوست عزیزی نوشته که به منظور تسهیل امور انتخابات کار شمارش آرا از دیروز شروع شده. بعضا معتقدن که زودتر شروع شده. اتاق تجمیع معمولا کار خودش رو زودتر شروع میکنه، بعد چند تا رأی میرسه که کارشون رو تکمیل بکنه. و انواع اقسام کاریکاتورها. و نکته جالبی که وال استریت جورنال به طنز امروز نوشته و گفته که راهنمود به رأی دهندگان ایرانی الان ساده شده. همه خودشون در اینو میگن به رأی دهندگان ایرانی این راهنمود باید داده بشه و داده میشه به طور واقعی توسط همدیگه که رأی ندهید. معلومه که این داستان و آوازه تحریم به همه جا رسیده. و بعد انواع اقسام کاریکاتورها که باز تلاش می‌کنیم در خلال برنامه خدمتتون ارائه بکنیم. هیچ کس دیگه نمیده رای، این ترانه مال انتخابات 96ه. خیلی زور زدن که تنورشو گرم کنن، اما جواب نداره چون هیچکی بهشون رای نمیده. میگن آقای شهران ایشون پوله از سر تا پاش ایشون، اما بهش رای نمیدن. دو در بازی هست تو کارشون، زمین خالی شده خوراکشون، پیراسکو رو به آتیش زده ایشون، ولی بهش رای نمیدن. این یکی چی داره؟ کلید چوبی داره، عشق فرنگی داره، ولی بهش رای نمیدن. بعد یک کشکی داره، چاقوش دسته نداره، کارش بدجوری زاره، ولی بهش رای نمیدن. ای وای دارم چی میبینم، دارم گراکوزا میبینم، وای یه هیولا میبینم، این دیگه رو نمیخونم. وای دارم چی میبینم، دارم گراکوزا میبینم، وای یه هیولا میبینم، این دیگه رو نمیخونم. آقا این یکی اصلا تو طنز نمیاد، طرف قاتل بابا آیت الله قتل عامه، بگذریم ازش گوره بابا. خلاصه یه سیرکه که کلی مشنگ توشن، همشون درگیرن و تو نقطه جوشن، کفگیرا خورده ته دیگ پاسدارا خستن، تموم راه های سیدعلی بابا بوم بستن. آره این عضوای کله گنده، زهری که خورده تنده، زده اونو برونده، ولی بهش رای نمیدن. سیدعلی خیلی منگه، بدجوری دستش تنگه، هی هی داره میلنگه، ولی بهش رای نمیدن. خب آقا چند تا موضوع هست که فکر می‌کنم دیگه نظر هر کسی در رابطه با رأی ندادن دیگه قطعاً برگردونه. اونم فکر می‌کنم قوی ترینش اینه که امام جمعه کرمانشاه گفته که حضور در انتخابات
آری گفتن به نظام است. یعنی همه دیگه منتظر فقط اون جمله این بودن که این جمله رو بشنون، خلاصه راهی صندوق‌های رأی بشن. فکر کنم خودشون اصلا شیرجه بدن تو صندوق. یه نکته دیگه هم باز دوستی از تهران گزارش کرده و گفته که سرعت انجام پروسه رأیگیری رو توی حوزه‌ها به شدت پایین آوردن که ملت اونجا معطل بشن که اگه اون چند نفری که خلاص مراجعه میکنن به نظر زیاد بیاد. بعد گفته که مثلا تو بعضی از حوزه‌ها که من سوال کردم و چک کردم میگن رأیدهی بین 2 تا 3 ساعت حتی طول میکشه. بعد اون نفراتی که خودشون بسیج شده بودن به اصطلاح با ساندیس و ماندوز و چیزا اینجوری برده بودن، اینا هم زیر آفتاب کلافه شدن. بعد دیگه یکی دو تا اسم مثلا میگه همینا که تازه رفته بودن اونجا چیز بکنن میگفتن که اسمای شورای شهر رو حوصله نداریم همشو پر کنیم، دو تا اسمو می‌نویسیم این کفایت میکنه، باقیشو دیگه خودتون حل بکنیم. و باز از مشهد گزارشی داشتیم که اونها هم تقریبا یه تاکتیک مشابه همینا رفتن. گفته که در ستاد رو باز نمی‌کنن، ستادهای رأیگیری که اگه کسایی برای رأیگیری مراجعه کردن همینجوری پشت تو صف بمونن، یه صفی ایجاد بشه بعد بفرستن. یعنی خب هدف این بوده که این صفتون رو ایجاد بکنیم دیگه، بنابراین یه خورده صبر کنین اینجا پشت در تا تعداد زیاد بشه بعد باز کنیم که بتونین برین تو. بعد گفته که برخی از ستادهای دیگه من دیدم که میان اینجا و از اونها سوال جواب کردم، اونها هم میگن که مشابه همین رو در ستادهای دیگه دیدم، ولی در مجموع از مشهد این گزارش میگه که ستادها فعال نیستند. طبعا کسی مراجعه نکرده، لطفاً این را منعکس کنید. چشما در حد توان خودمون منعکس کردیم. این حوزه‌های انتخابی که صحبت شد و یکی از مراکز تولید صحنه‌های طنز هست، بنابراین اجازه بدین که یه طنزی که تو همین روزهای قبل از انتخابات در پیک شادی تولید شده در مورد حوزه‌های طنز با هم ببینیم، بعد دوباره برمیگردیم به ادامه میدیم و من تلاش می‌کنم که نکات شما رو که توی مدت دریافت می‌کنیم خدمتتون بخونم. داداش کجا؟ وایسا بینی. دارم رد میشم دیگه. رد میشی؟ اینجا حوزه انتخاباتیه، اول رأی میدی بعد رد میشی. رأی نمیخوام بدم. نمیخوای بدی؟ یعنی چی؟ شدی نفوذی و عامل بیگانه میخوای ردم بشی؟ مگه نیدی مقام عظما گفت همه باید رأی بدن؟ نمیخوام آقا، مگه زوره؟ زوره؟ سیانمایی میکنی؟ انتخابات آزاده، باید رأی بدی. عجب گیری کردیم و بابا ولمون کن بریم. ببین اول مدرک شناسایی تو بده بعد میتونی رد شی. بیا اینم کارت ملیم. فقط کارت ملی نمیشه، شناسنامه هم لازمه. برو شناسنامه بیار. شناسنامه هم همراهمه ایناش. پاسپورت، عقدنامه، 10 قطعه عکس 6x4 تمام رنگی پشت سفید، رضایتنامه والدین، تعهد محضری و 3 تا ضامن معتبر کاسب هم لازمه. اینا که فکر نمی کنم لازم باشه، اما اینا رو هم آوردم اخوی. اصلا تو این همه مدرک رو واسه چی با خودت حمل میکنی؟ مشکوکی ها، اصلا ها کن ببینم. آقا من اهلش نیستم، این حرفا چیه؟ همینه که هست، میگم ها کن ببینم. من اصلا نظرم عوض شد، میخوام برم رأی بدم. به چه جوون رعنا و فهمیده ای. الحق که میزان رأی ملت است. اجرت با آقا. اصغر، محمد، بیان یه رأی دهنده محترم اومده، راهنماییشون بفرمایین به سمت صندوق آرا. ای بابا من حالم خوب نیستا، بیا اصلا ها کنم بفهمی. اون مسئله شخصیه، انتخابات برای همه اقشار مردمه. خب حداقل بذارین برم از تو ماشین مدارک شناساییمو بیارم. بابا ما شما رو همینجوری هم قبول داریم اخوی، تو خودت سند و مدرکی. اصغر، محمد، کجا این پس؟ هموطن همیشه در صحنه حماسه ساز ما تشریف آوردن. بیا برو بمیر ببین بابا، نفله از این جنازت هم رد میشم. آدم اسکول. عرضم به حضور شما که تمام این دم و دستگاه رو خامنه‌ای راه انداخت برای اینکه بالاخره یه تبلیغاتی بکنه، این در اون طرف دنیا بگه که نگه حمایتی هم از جانب مردم میشه و چیزهایی از این قبیل. ولی به نظر میاد که این دفعه بد جور سرش خراب شد، هنوز شروع نشده و در استارت به قول معروف رفوزه شد. بالشت جورنالی که خدمتتون گفتم، سرمقاله واشنگتن پستم اگر مطلع شده باشید، من خیلی خلاصه‌شو میگم چون فرصت طبعا نیست که به همش بپردازیم. یه سرمقاله نوشته توسط هیئت تحریریه واشنگتن پست و حرفش اینه که برنده آشکاری در این انتخابات وجود نخواهد داشت. جمله کلیدیش به نظر من لازمه که تغییر واقعی در ایران سقوط نظام جمهوری اسلامی است. این پیامی است که فعلا
همه مخاطبایی که دم و دستگاه به خاطر دادن پیام‌های دیگری به اونها چیده شده بود بهش رسیدن. خیلی علاقه‌مندیم بدونیم جنتی چی کار میکنه. یعنی همه اونایی که به طنز علاقه دارن ببینن که امروز این چی کار میکنه. جز اوناست که ورش میدارن میبرن پای صندوق یا صندوق رو برمیدارن میارن دم دستش، یا اینکه هر دو کارو میکنن، چون از این کارا هم خب رژیم زیاد کرده دیگه. حتما آمار رسمی تعرفه های توزیع شده رو شنیدین، در حالی که خود رژیم اعلام میکنه که 56 میلیون واجد رأی دادن هستن، 200 میلیون آمار داده که تعرفه رأی چاپ کرده و توزیع کرده. خب دیگه بالاخره به قول خودشون دارندگی و برازندگی دفعه پیش میگفتن. یه سری از این بسیجی‌ها با شناسنامه مرده و شناسنامه چند تا مهر رو به تعداد صفحاتی که دم دستشون میاد مهر بزنن، و بعد این سرویس‌های فوق‌العاده‌ای که گفتن شناسنامه رو در یک روز براتون صادر می‌کنیم و چیزی از این قبیل هست. به هر حال 200 میلیون رو شاید با این دید برای خودشون درست کردن. ولی صحبت از جنتی بود که میگن اخیراً پزشکان موفق شدن که ترکیبات تشکیل دهنده جنتی رو تشخیص بدن که چی هست. 1% خاک، 1% آب و 98% مواد نگهدارنده. بریم سراغ جنتی. شب من بودم عضو و فینا، گفتم که بازم انتخابات نزدیکت اینا، گفتم که نگو وضع نظام خیلی خیتینا، گفتم که چجور کاندیدی میخوای ست علینا، گفت هر کی ببوسه پا و کفشابون علینا، آی رب تو پتینا. شب من بودم عضو و فینا، گفت نظام ما گشته مثل پف و فکینا، اگه کوتا بیایم باز بخوریم هی کتکینا، گفت باید رئیس جمهور باشه نوکرم اینا، باز بلد باشه جزی کنه مثل من اینا، آی رب تو فتینا. شب من بودم عضو و فینا، اگه کولی ندیم به ولایت اینا، ما رد میکنیم صلاحت اینا، همه چیمون شده خرج اتینا و متینا، نداریم دیگه ما عاقبت اینا، دیگه هیچ کی به ما رأی نمیده اینا، میگن که فوتینا و فوتینا و فوتینا و فوتینا. والا این داستان مناظره ها رو حالا بعد بهش میپردازیم، چون یکی از موضوعاتی بود که مثل خود انتخابات وبال گردن رژیم فقیه و بیخیرششون گیر کرد دیگه. این رژیمی که اگه به دست خودش بود آرزو می‌کرد اصلا اسمی از انتخابات و رأی و از این دردسرا نداشته باشه، راحت بشینه کارشو بکنه دیگه. خودش گفته ولایت مطلقه فقیه، بعدم از زمان خمینی گفتن که همه مردم یه رأی بدن ولی فقیه چیز دیگه بگه موضوع چیز دیگه است، همینجوری میرفتن راحت کارشون می‌کردن. به دلیل جست و اطوار و ادا اطواری که باید در بیاره برای خودشون ناچار شدن که تن بدن به این قضیه. خب این دیگه الزامات خودشو داره، از جمله مناظره ها که مثل چی از مناظره میترسن و شداد غلاظ. حالا بهش میپردازیم. اما در جریان مناظره ها حداقل یکی از چیزهایی که مطرح شد اصلا کاراکتر و تیپ و شخصیت این کسایی بود که اینا به عنوان کاندیدا اومدن معرفی کردن. واقعا که برای خودشون به قول یکی از همین طنزایی که نمیشه برای خودشون جنتلمنایی بودن دیگه، غیر از سوابق اطلاعاتی و خلاصه درب و داغون روحانی
که بهش خواهیم پرداخت که با افتخار داره مطرح میکنه که اولین کسی است که به خمینی گفته امام و اولین کسی است که نمیدونم حجاب اجباری رو راه انداخته و بعد در مقابل مقاومت ها وایساده و فلان اینا. سابقه رئیسی هم که دراکولای خوناشامی که معلومه. اون بقیه هم که این وسط همینجوری از هم دیگه رو کردن. به هر حال چیزای خیلی جالبی مطرح شد و مشخص شد که این 6 تا که تازه دستچین شده اون 1300 خورده‌ای بودن واقعا وضعیت درب و داغونی دارن که اگه تمام امکانات این نظام آخوندی بره دنبال بزک کردن چهره یکی از اینا و هیچکی هم دنبال افشاگری و مطرح کردن نمیدونم دزدی و جنایتش نباشه و چیزی رو نکنه و مدرکی طرف رو نشه، باز از عهده‌اش بر نخواهند اومد، چون اینقدر از هر طرفشون داره میریزه که نمیتونن دیگه جمعش بکنن. به هر حال این 6 تا برای خودشون نمونه‌هایی بودن اساره و چکیده رذالت‌های نظام آخوندی. دیوونم به دم رای یکی شیرم میخواره، دیوونم به دم رای مخش هنگ بیماره، دیوونم به دم رای یکیش دزد و قاتله، دیوونم به دم رای انتخابات باطله، زند و پادوقه حرفاشون خالی بندی و چاخان و دوروقه، همه گی مدد سک رهبر، همه کدوم از اون یکیشون ریاکارتر، همه کاندید باید نوکشون و چی انتظابات هر 6 تاشون زدن قاد دیر زلیل بستن کی قالی با برو کوی خالی با بیزی با رئیسی جانی اسمش حسن روحانی، دعواهای باندی نظام کله پاچه، آدمای رانتی انتخابات به ماچه، بدو داغه با قالی با گل و صندوق و چپش کن توی پوز رهبر، از یک کرباسن همه هرچی اختلاف میکنن بازم براشون کمه، حواسشون به نظامشون خیلی کمه، بعد میدن هیکی کجا کی کش که همه کاندید باید نوکشون و چی به مناظره‌های مسخره انتخاباتی از زاویه‌های مختلف نگاه شده، چون 3 تا پشت سر هم بود فرصت نسبتاً زیادی بود برای تحلیلگرا و کسایی که می‌خواستن به این مناظره بپردازن و خیلی از گفتنی‌ها رو در مورد رژیم گفت، خیلی از ناگفته‌های قبلی رو این وسط تونستن مطرح بکنم. من نمی‌خوام این حرفا رو تکرار بکنم، اما یه خود به قول معروف عام‌تر و از بالاتر که به قضیه نگاه بکنیم، واقعا صحنه خنده‌داری بود. شما حسابشو بکنید که 10 جور که از قبل اینا رو توجیه کردن که مبادا پا از مرز سرخا اون طرف سر بذارین. بعد یه بارم این بچه مدرسه‌ای که اول باید به تذکرات بهش بدن، اول مناظره دوباره اون طرف کاغذ در میاره براشون میخونه که به قول معروف اون ستاد تبلیغات انتخابات هشدارهای خودشو داده، هشدارهای بسیار شداد و غلیظ که توش میگه که هر کسی که اینا رو نقض بکنه مجازاتش میکنیم به خود کاندیدای رژیم. اخبارش هم بود که خب شب قبلش هم که خامنه‌ای براشون خط و نشون کشیده بود و اصلا اگه خط و نشون هم نبود، خودشون هم بالاخره همه آدمای آدم که چرس کنن، ولی همه موجودات دستن در کار جنایت و چپاول‌های این رژیم، بنابراین ناگفته میدونستن که بایستی یه چیزایی رعایت بکنن که به خاطر همین اصلا کلمه ای از آزادی و آزاد کردن زندانی و سیاسی توش نبود. ولی باز همین قضیه، ببینید قضیه آش تا کجا شوره، که اصلی ترین استدلال هر طرف این بود که اون یکی دزده. اگر یه ذره جلوشو باز می‌ذاشتن، استدلال بعدی بود که اون یکی قاتله. خب این نصفه که اثبات میکنه این یکی‌ها دزد و قاتلن، این نصفه هم که اثبات میکنه اون یکی‌ها دزد و قاتلن. ترکیب کلیت این نظام پلید خیلی خوب این وسط روشن میشه. وضعیت بسیار مضحک و خنده‌دار روحانی که اولش با دایره اصلاحات و اینا اومد، بعد کم کم اونم وارد همین بازی شد و تنها صحبتش این بود که از طریق اون جهانگیری مینداخت جلو که اون بستنی 400,000 تومانی خورد و غیره، و اون هم که همون درجات مدرک رو میکرد از زمینخواری اینها. در واقع یک کلکسیونی شده بود این مناظره از
فضاحتی که این جناحبندی و سگدعوایی درون رژیم ایجاد کرده، سگدعوایی که مطلقاً چشمانداز حل و فصل نداره و نتیجه این انتخابات الان خامنه‌ای تو اتاق تجمیعش و تصمیمات خودش هر چی که اعلام بکنه، حالا بعد خواهیم رسید، واقعاً حتی نمیشه گفت انتخاب بین بد و بدتر، شاید انتخاب بدتر و بدتر از بدتر، یعنی انتخاب دو تا راهکار بین دو تا راهکار که هر کدوم که نگاه می‌کنی خیلی واضح و خیلی سریع رژیم رو در جاده سرنگونی قرار میده. بها مناظره ها یکی از دستاوردهای رژیم بود در ارائه خدمات به طنزنویس‌ها. قبل از اینکه وارد بحث قرعه کشی بشیم اجازه میخوام اطلاعیه‌ای رو که کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در اختیار من گذاشتن رو خدمت شما بینندگان عزیز و همینطور نامزدهای محترم قرائت بکنم. آقا نمیخواد قرائت بکنیم. برای کی میخوای قرائت بکنیم؟ قرار شد پاچه نگیریم دیگه. بابا دندون ما رو کشیدن، بعدم قبل تو نه 67 نه 78 نه 88 اینا رو نمیگیم. درست آقای رئیسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اینکه درسته یا نیست، سخن آن است که درست است، اما واقعا مشکل ما درست است. ما که هرچه دیدیم نصفه بود. تشکر میکنم. جناب آقای روحانی، جناب عالی 2 دقیقه فرصت نقد دارید. چی رو نقد کنم آخه؟ این فقط گفت درسته 2 تا نصفه. ایشون اصلا مال این صحبت ها نیست. 6 کلاس کلن سواد خوندی، میخوای با من که دکترامو از گلاسکو خریدم بحث برجام بکنی؟ الان من بحث کیک زرد بکنم اینجا برمیگرده میگه در دولت شما مردم کیک زرد نخوردن. اون یکی قالیباف هم که ما رو با 96% خفه کرده. اصلا همین آقای میرسلیم، بنده سوالم اینه شما هنوز ریش سیبیل تعیین تکلیف نیست، بعد میخوای آینده مملکت رو تعیین تکلیف بکنی؟ آقای هاشمی طبعا هم که خستن، بعد نهار ظهر جمعه میخوان برن بخوابن، ایشون آوردین مناظره که اصلا خستگی از چهرهش هم مشخصه. فقط یه اسحاق برای ما مونده که اونم از امروز داره خیلی خفیف ما حال میده. قرعه کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی که باید به سوال بعدی پاسخ بدن. بله، نامزد محترم شماره 2 جناب آقای رئیسی. مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی دولت شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سخن آن است که آخه بابا من و تو که جفتمون از یه طویله اومدیم بیرون ها، واسه ما که دیگه افه نیا که یه ریش و فلفل نمکی کردی، عمامه رو سوسولی کردی، فکر کردی خارجی شدی. بله، سخن آن است که در رابطه با اولویت‌های سیاست‌های خارجی بنده خودم در حوزه درس خارج فقه و اصول خوندم، فیلم‌های خارجی زیادی دیدم. منزل بنده همونطور که فیلمش هم هست خارجی صحبت کرد، پسران همین آقای قالیباف که ماشاءالله همه خارجن. اما اولویت سیاست‌های خارجی بنده در دولت کار و کرامت اینه که خارجی‌ها رو کلاً دار بزنیم. سخن این است که چرا در دولت قبلی این کار انجام نشد. تشکر میکنم از جناب عالی. جناب آقای روحانی، جناب عالی 2 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. من تعجب میکنم آخه تو رو چه به سیاست خارجی NPT رو میگه MPT سیاست خارجی. تنها چیزی که از سیاست خارجی به تو رسیده اینه که خارج باقی. شما کارنامه دولت 11 رو نگاه کن، ما با افتخار اعلام میکنیم کلی از رفقامونو 1000 میلیارد گذاشتیم کف دستشون، ساختیمشون، فرستادیمشون خارجه. آخه ابرام چارکله با آویزون شدن به مقام عظما که ماسک مایه نمیگیره که. تو دولت تدبیر امید همین ممجبات ظریف ما هر شلنگ تخته‌ای بخوای انداخت که ما یه جوری آویزون خارجی ها بشیم. بنده خودم 10 تا بسته شارژ خرج کردم تا یه بار اوباما جواب تلفن بنده رو بده. مگه گذاشتید شما؟ ماشاءالله رو که نیست. الا برکت الله. خب قرعه کشی میکنیم برای انتخاب سوال جناب آقای رئیسی. جناب آقای رئیسی، سوال جناب عالی این هست: وجه تمایز سبک زندگی ایرانی اسلامی از سبک زندگی غربی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سخن آن است که من یه بابایی از تو درارم که برجام از چشت بزنه بیرون. میخوای سبک زندگی عظما رو عوض بکنی؟ سبک صورتتو عوض میکنم من، بعد مناظره وایسا بیرون. بله، سبک زندگی غربی
یک سری شاخصه ها داره که ما در سبک زندگی ولایی بدلش رو زدیم. مثلا اینا کنسرت دارن، ما این رو ارتقا دادیم به لغو کنسرت. اونا آزادی پوشش دارن، ما لغو آزادی پوشش داریم. اونا آزادی مطبوعات دارن، ما لغو آزادی مطبوعات داریم. کلا برنامه بنده لغو مداره در کلیت. البته یه چیزی هست که تو سبک زندگی اروپایی، اونم هست لغو اعدام، که درست تو همینجا بنده با هوشیاری بدلش رو زدم و اعدام رو نهادینه کردم، که البته این تنها نقطه قوت دولت آقای روحانی هم بوده و خیلی خوب عمل کردن در زمینه اعدام. قرعه کشی میکنیم برای نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 5 جناب آقای روحانی. کشور عزیز ما ایران امن‌ترین و قدرتمندترین کشور منطقه است. برنامه و راهکار جناب عالی برای استمرار، استحکام و توسعه قدرت دفاعی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ جناب عالی 4 دقیقه فرصت دارید پاسخ بفرمایید. در مورد این قدرت منطقه‌ای که فرمودید که واقعا گل گفتید، از اون ورش در اومدید، به خصوص بعد از قضیه برجام و داستان موشکایی که به فرودگاه دمشق زدن و بعدم کارهایی که حماس داره با ما میکنه. واقعا الان خیلی قدرت داریم آقا، خیلی قدرت داریم، خیلی. آقا ما که هیچ وقت نگفتیم قدرت دفاعی نداشته باشیم، موشک نداشته باشیم. ما گفتیم آقا روش ننویسید مرگ بر فلان، مرگ بر فلان. آقا موشک درست میکنیم، خب روش بنویسیم کفتره کاکل به سر وای وای، این خبر از من ببر وای وای. من این چه بدی داره؟ خب همینو بنویسیم. یا مثلا روی این موشکای بلندترمون هست بنویسیم ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم، با لنگ ابروات شرق شرق نزنی تو گوشم. دقیقاً شما بفهمید، یعنی زدن هم هست. ما نگفتیم نزنیم، اما با لنگ ابروات بزنی کجا، با موشک سجیل بزنی کجا؟ خیلی متشکرم. جناب آقای رئیسی، جناب عالی 5 دقیقه فرصت پاسخگویی دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. من واقعا اعتراض دارم، چرا اینقدر به من زمان میدید؟ سخن آن است که من اصلا حرفی برای گفتن ندارم. ما کلا دادگاه برگزار میکردیم 2 دقیقه ماکسیموم، 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. بعد شما اینجا میگید نوبت شماست، نوبت شماست. سخن آن است که چرا به دولت قبلی نمیدید شما این صحبت ها رو و زمان ها رو؟ تشکر میکنم از جناب عالی. جناب آقای رئیسی 1 دقیقه و 38 ثانیه از زمان باقی مانده امروزشون هست. طبق اعلام کمیسیون 58 ثانیه هم از جلسه قبل فرصت دارن. مجموعاً میشه 2 دقیقه و 36 ثانیه. من روی 2 دقیقه و نیم تنظیم میکنم، 6 ثانیه‌اش رو اونجا محاسبه میکنم. جناب آقای رئیسی تقاضا میکنم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا مثل که شما اصلا حالیتون نیست. من دارم چی میگم؟ هی 2 دقیقه اونجا داشتی، 30 ثانیه اینجا داشتی، 3 تا سالاد، 2 تا نوشابه، یه دونه ماست اونور. ما گفتیم همون اولش هم گفتیم دیگه بابا سخن آن است. بس دیگه، ما خسته شدیم. جمعش کنید آقا، سخن آن است. چرا به دولت قبلی سخن آن نیست؟ از نامزدهای محترم و عزیز صمیمانه متشکر و سپاسگزارم به خاطر همراهیشون. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که همراه برنامه مناظره بودید. بله، اینم از داستان یکی از داستانهای مناظره ها. من از فرصت استفاده بکنم تشکر کنم از دوستان عزیزی که برامون مطلب میفرستن. متاسفانه به همشون طبعا نمیرسیم. من فقط اسم میبرم از رضا کعبی و دوست عزیزی که با نام صداقت برامون مطلب ارسال میکنن و همینطور قربان علی و باز دوستی که با اسم مستعار من و تو آزادیم، چه اسم خوبی به خودشون انتخاب کردن، برای اون مطلب فرستادن. همینطور علی از خرم آباد یک شعر بسیار جالب فرستاده. من قبل از اینکه شعر رو بخونم، چون صحبت از این حوزه های رأیگیری بود، به 2 تا عکسی که به دستمون رسیده و دوستان فرستادن اشاره میکنم. یکی از ازدحام فوق‌العاده‌ای است که در یکی از حوزه‌های انتخابی که در یک دبیرستان دخترانه هست برگزار شده. اگه ممکنه این تصویر رو با هم ببینیم دوستان اتاق فرمان، که ببینیم عجب ازدحامیه و واقعا بله جای سوزن انداختن نیست. نمیدونم، شاید اون نفری که پشت ماشین هست تصمیم داشته باشه رأی بده، مشخص نیست، ولی به هر حال یک چنین ازدحامی در این حوزه هست. حالا با وقاحت خاص آخوندی
تلویزیونشون و رسانه‌هاشون تازه اشاره میکنن به اینکه چقدر شلوغه و باز هم این وسط سوتی‌های خودشون رو میدن. یه تصویر دیگه داریم که مربوط به یکی از گزارشاتی است که رژیم داد. خبرنگارش راست وایساده در حالی که پشتش تعداد انگشت شماری هستن. خوبه بازی 7-8 نفر تونسته جمع بکنه. اینم بگم که خود رژیم آماری که اعلام کرد 1.4 میلیون نفر اعلام کرد که فقط دستن در کار اجراییات این انتخاب خواهند بود. این اگه به هر حوزه‌ای یه 10-15 نفر بفرسته باز میرسه، چون اعلام 150 خورده هزار حوزه کرده. اینا غیر از نیروهای انتظامی اینا هستن که اعلام کرده که در بسیج هستند، غیر از همین نیروهای اعلام نشده‌ای که صبح عرض کردم خدمتتون که وزیر دفاعش هم پاشده رفته ستاد انتخابات از تسهیل امور دیدن بکنه. به هر حال با این وضعیت این طرف اومده این خبرنگاره خیلی هم از موضوع افتخار میگه که در این حوزه 100 نفر دیده میشن. حالا این 100 نفر رو چجوری شمرده که تو این تصویر لااقل این 9 نفر نصفی توش هستن، بماند در شلوغ‌ترین حوزه، یکی از شلوغ‌ترین حوزه‌های تهران که اینا به عنوان گزارش دارن به رخ میکشن. وقتی که صحبت از زبان خودشون 100 نفر هست میشه اشاره کرد. به نظر میرسه که اون 4% 96% قالیباف اغراق توش بوده، احتمالاً 1% 99% واقعی تر بوده، چون 4% هم در جایی دیده نمیشه. و اما قول دادم که شعر علی از خرم‌آباد رو خدمتتون بخونم. شعرش قشنگه. من با عرض معذرت چون فرصتمون کمه، منم دیگه امکان این نداشتم که انتخاب بکنم، حیفم اومد بعضی از ابیاتشو حذف بکنم. برای من یه کمی سریعتر میخونم با معذرت از علی عزیز که خب نمیتونم شعرشو اونطوری که شایسته این هست بخونم. شعر طنزی هست در مورد همین داستان. گفته که در هیاهوی انتخاباتی شده برپا چه افتضاحاتی، هر یک از این جماعت کاندید بنموده چه اکتشافاتی. آن یکی از فساد و دزدی گفت، زان همه کار اختلاساتی. واندگر مستمر کند نشخوار با فیگور و قیافه لاتی. 4% غنی و غارتگر نیست در مملکت مساواتی. 96 بود خودش با 4 هست، در این میان سوالاتی. تفلکی شهردار نیکویی است، کار آن مثبت است و اثباتی. زین همه گورخواب و کارتون خواب دارد ایشان چه افتخاراتی. شخص مطلوب حضرت عظما قاضی شهر با کمالاتی. متخلص به آیت الاعدام خبره اندر چنین اموراتی. هیئت مرگ سال 67 می شود دولت کراماتی. بینشان این جناب روحانی سیمهایش کمی شده قاطی. به جناح رقیب با طعنه خارج از عرف و هر مراعاتی. گفت در جمعی از مریدانش سخن تند و تیز و افراطی. کرد ایشان با آن همه اعدام در 38 سال اشاراتی. گشت نزدیک به رد مرز سرخ که بود بیم انفجاراتی. بوق و آژیرهای پی در پی داد هشدار به عنصر خاطی. که چنین گفته خطرناکی بهر ملت شود مهماتی. یک به یک هر کسی که لب بگشود بود تایید و اعترافاتی. به فساد و چپاول و اعدام به وفور چنین مقولاتی. فوران فساد آخوندی رو نموده چنین فضولاتی. انتخابات این نظام پلید که جنایت در آن بود ذاتی. لایق طرد و نفی و تحریم است قاطعانه به شکل افراطی. نیست جز انهدام و نابودی پاسخ این نظام اسقاطی. ممنون از دوست عزیزمون به خاطر شعر زیبایی که از خرم‌آباد برامون فرستاد. امیدوارم که باز هم در خلال این برنامه که امشب خواهیم داشت در ادامهش بتونیم از اشعار شما و کارهای خوبی که برامون ارسال میکنید استفاده بکنیم. صحبت از خرم‌آباد و لرستان شو فکر کنم که بپردازیم به ملیت‌های مختلف. یه ترانه است که من خودم خیلی چون ارادت دارم به گیلکی ها ازش خوشم اومد. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. ترانه که در پیک شادی هم پخش شد، اینو با هم ببینیم و بشنویم. ترانه خواب بشود ترنخم علی گدا ترنخم بی سرپا ترنخم عیب فوری ترنخم لبگوری ترنخم غریب فا پنکنار روحانیت پنکنار رئیسیت پنکنار جهانگیرت و پنکنار
شانسی نبردی سیاه اما ما سیفی باردی توی شانسی نبردی این مشتلقک با بازی باردی توی شانسی نبردی سیاه اما ما سیفی باردی توی شانسی نبردی ای بمیری 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 الهی هرچه زودتر تو بمیری بمیری امام سرخ جولک از بگیری بگیری ترى بچه کپر دینمی ترى بده پسر دینمی ترى بچه کپر دینمی ترى بده پسر دینمی. برینم از ترانه سلام، این هفته در آفساید بعد از اینکه در برنامه قبلی به رئیسی پرداختیم، نوبتی هم باشه نوبت قطب مقابل یعنی شیخ حسن روحانی. شیخ حسن روحانی که در یک هفته مونده به نمایش انتخابات موتور فکزنیش لحظه‌ای خاموش نمی‌شد و از اونجایی که همه وعده‌های معمولی که میشد داد رو توی 4 سال گذشته داده بود و به جایی نرسیده بود، توی این روزهای آخر دستشو کرد تو ته خورجین اعتدال، طوری که دیگه دستش از اون ور زد بیرون و حرف‌هایی زد که بیشتر از کپونش بود. مردم ما اعلام خواهند کرد اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودن. خب اگر کسی با مسائل ایران آشنا نباشه و این یارو رو نشناسه، تصور میکنه که این یکی مثل نلسون ماندلاست که همین الان از زندان آزاد شده و اومده خاطرات زندانش رو تعریف کنه. ولی اونهایی که با خاطرات این آخوند شیاد آشنا هستند میدونن که آلبوم خاطراتش امام مالیه. برمیگردیم به 38 سال پیش و خیلی سریع مرور میکنیم که توی این 38 سال کجا بوده. در سال 56 یکی از افتخارات این آقا این بوده که اولین کسی بود که لقب امام رو به خمینی داد. حالا این امام کی بود؟ بنیانگذار همین نظامی که کارش فقط 38 سال اعدام و زندان بوده. اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن میگن ای شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخوایم رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم. تو همون سال پامنبری خمینی در نوفلوشاتو هم میشه و کلاس‌های فشرده دجالگری و شیادبازی رو به طور مستقیم از خمینی فرا میگیره. بعدها در اولین دوره نمایندگیش در مجلس آخوندی نتیجه این کلاس‌ها رو اینطوری پس میده. همونطور که در مسئله زنا قرآن میگه ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. بعد از انقلاب اولین شغلش ساماندهی ارتش میشه. حالا اینکه یک آخوند چی رو میخواد توی ارتش ساماندهی کنه، بذارید از زبون خودش بشنویم. در همون روزها که این بحث مطرح شد تو کمیته و منظورش از بحث همون بحث یا روسری یا توسریه که این آقا مسئول پیاده کردنش بوده. ستاد مشترک رو بحث کردیم و گفتیم ما از اول باید از ارتش ما شروع کنیم. اگه بناس الزامی بشه که خب اول از نیروهای مسلح اینا باید اطاعت کنن تا برسیم به ادارات. اونجا هم بحث شد میشه نمیشه و قرار شد که ما این رو به عهده بگیریم. من تو ستاد مشترک همه رو جمع کردیم
یکی دو نفر با روسری بودن، بقیه هم بی‌حجاب و من رفتم براشون صحبت کردم. به اضافه این که حالا یک سری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و خلاصه تهش هم التیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. خیلی اونجا شلوغ کردن، قور زدن، داد زدن، یکی گفت نمیشه، میشه. خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه، از فردا باید همه با حجاب. حالا همین آخوند شیاط وقتی نزدیک انتخابات میشه از این عکسای انتخاباتی میگیره. اینجاست که آفتاب پرستم هنگ میکنه. سال 68 بعد از اینکه امامش گور به گور میشه یک شغل جدید به شیخ فریدون میرسه. شغل جدید نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملیه، جایی که از همون موقع که رفت کنگر خورده و لنگر انداخته و هنوز هم بیرون نیومده. شورای عالی امنیت هم که اسمش روشه دیگه، امنیتیه دیگه، یعنی هر اقدامی که توی این سالیان برای حفظ امنیت نظام انجام شده، از قتل مخالفین و ترور و سرکوب، ایشون یه نقشی توش داشته. از جمله سال 78 وقتی که صحبت از قیام دانشجویان میشه دیگه اون روی یارو بالا میاد. حالا ممکنه یکی بیاد این وسط بگه که این یه حرفی زد، یه چیزی گفته، اوه مال 18 سال پیشه. الان خب شاید تغییر کرده، الان شده کشته مرده حقوق شهروندی، اپوزیسیون عمامه‌دار درون نظام. ها؟ از آزادی بیان و انتقاد سخن میگویند. یا للعجب اونها که زبانها را بریدند و دهانها را دوختند. لطفاً شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت میکشد. ملاحظه میکنید خودش با شرم و خجالت فاصله نوری داره، بعد واسه خجالت کشیدن آزادی دل میسوزونه. خب تو که اینقدر دم از تغییر میزنی و سنگ آزادی رو به سینه میزنی، لااقل خودت هم یه تکونی به خودت بده، یه ریشی بجنبون، بگو تو از کی و از کجا یک دفعه مدافع آزادی شدی. اگر واقعا متحول شدی و به اهمیت آزادی پی بردی، حداقل بیا بگو تو گذشته چه غلطایی کردی، یه توبه، یه نقدی. مگه تو خودت نگفته بودی که از همه تصمیمات مهم نظام از جمله کشتار 67 دفاع میکنی؟ مگه پور محمدی از اعضای کمیسیون مرگ 67 جزو کابینت نبود؟ ولی وقتی که چشمت رو به گذشته خودت میبندی، طوری میشه که حتی رفقات هم در تو احساس اینکه بخوای کاری کنی رو نمیبینن. بعد شما میگه پس چرا ردش کردی و چرا بهش 7 دادی، چرا انداختیش؟ بس میگم برای اینکه باید این احساس رو به من میداد که میخواد کاری بکنه ولی نمیتونه. این احساس رو به من نداد. اینم من ندیدم از روحانی. ندیدم که دلش واسه حس بزنه بگه من میخوام برای حس کاری بکنم ولی به خدا نمیتونم، دست و بالم بسته است، من میخوام مطبوعات بسته نشن ولی نمیشه. نه من ندیدم ازش این کار رو بکنه. رفقات که این باشن، رقبات هم که دیگه دستت رو خوندن. احمد توکلی براش می نویسه که اولا تو خودت توی این سالیان در همه تصمیمات امنیتی سهیم بودی، یعنی اگر هر شری هم داشته باشه به پای خودت هم نوشته شده. و دوما این سخنان رو برای جلب رأی مخالفان نظام بر زبان جاری می کنید. و بعد هم اضافه میکنه که حالیت نیست که با زیر سوال بردن تمام تاریخ انقلاب زمینه فتنه را فراهم میکنی.
شیخ فری هم که النهایه میدونه بعد از جمعه و روز انتخابات بالاخره یک شنبه‌ای هم در کار هست. بابا جمعه تمام میشه، شنبه‌ای هم میاد. دقیقاً به همین خاطر و از اونجایی که میدونه توی این نظام رئیس جمهور در نهایت یک تدارکاتچی بیشتر نیست و حرف آخر رو ولی فقیه و سپاه و بسیج میزنن، به اونها هم یک چشمک و چراغی میزنه که فکر نکنید که من اونور میزم. خلاصه هوای ما رو هم داشته باشید. سپاه رو ما میخواهیم، بسیج رو ما میخواهیم، اونا مسئول امنیتن، دستشون هم میبوسیم. با کمک از رهبر عزیز و فرهیخته‌ای که من حاضرم برای بعضی از امور 10 بار دست ایشان را ببوسم. ولی با همه این مجیزگویی ها باز هم باند رقیب راضی نیست و دیگه بعد از 4 سال تحملش به سر اومده و میخوان هر طور شده از شر شیخ فری و وزراش راحت بشن. مثلا یه نمونش وزیر اطلاعات شیخ فریه که توی یک برنامه تلویزیونی اومد برای اینکه همچین ژست سانتیمنتال هم بگیره، گفت که من در گذشته نقاش بودم و اصلا نمیخواستم اطلاعاتی بشم چون زمینه این کارو نداشتم. تقریبا 14-15 سالگیم کار نقاشی رنگ و روغن با بوم میکردم، در میکس روغن و اینا یک حرفه‌ای شده بودم، میدونستم هر رنگی بخوام درستم با 4 تا رنگ انواع رنگ‌های. پس نقاش هم هستی ناجا؟ نقاش ماهر حسابی. بعد یه مقداری باز من مقاومت کردم و گفت از چی میترسی؟ از خدا بخوا کمکت میکنه. گفتم آخه خدا از تو حرکت، از خدا برکت، آوردی میخواد. من با چه آوردی؟ دم آقای دکتر با یه حالت عجیبی که من منقلب کرد. گفت قلبی تو آوردی نداری، تو پسر فاطمه زهرا از مادرت کمک میخوای، بچه‌شون رو رها میکنن تنها میذارن. اصلا این گفت یک لرزه بر بدنم افتاد، بغض بیرون زد، اشک تو چشمم جمع شد. گفتم آقای دکتر حالا که اسم مادرم زهرا رو آوردی چشم. اما همین رو گفت و بلا گفت، چون اینجاست که دیگه کفر پاسدار قاسمی در میاد و میگه نفس کش. وزارت اطلاعات تو میخواد خط اینها رو بگیره. وزیر اطلاعات خودش تو رادیو تلویزیون اومده میگه مثلا سرنشین دادشم از این کار شد. اینها گفت من فقط اینها من با قلمو بومرنگ بلد بودم، تخصصم نقاشی کردن خیلی خوب. به ایشون هم گفتم من کار از وزارت اطلاعاتی. گفت تو سید اولاد پیغمبری بگو یا زهرا. شبیه هم چوبیش من داد و اینها. من گفتم بابا من نمیتونم. اینها گفتن چیه؟ بعد یاد جمله ایشون افتادم یا گفتم یا زهرا زدم به میدون نمید. این حال روز ماست. یعنی وزیری در چنین پست کرد به بنده آفرسانه که رفتی نجات این کاری کرده بود. خیلی چی بالا دوستنی 1000 بار که یه حال این دیده بود. شیوارش کردی شما باید این که وزیرش نرباش باشه به این تخصص ندارم. به این تخصص نداری من هیچ بلد نیستی. بگو یا زهرا بروز علامه در چی؟ کدوم خری رو میفهمه باور میکنه اصلا. به کجا شدید ما رو؟ چی نمیکنی یادم به ما؟ در کجا در طول تاریخ 40 سال انقلاب انقدر خفیف بود زمین شده بود اینجور رسما گروه بدید چشم در چشم مردم. یک تکلیف است این که جریان انحرافی انگلیس بریش و غرب بریش رو دیگه نذاریم سر کار. بله، شیخ فری برای باند رقیب کپونش تموم شده محسوب میشه. حالا اینکه جنگ قدرت اینا به کجا میرسه موضوعی که به اتاق تجمیع آرا برمیگرده، ولی تا جایی که به ما برمیگرده برای ما روشنه که هر دو باند وظیفه‌ای جز حفظ حکومت ندارن. بنابراین رأی ما روشنه، نه جلاد نه شیاد، مرگ بر ظلم و بیدار. اینم رأی ما. شب و روزگار خوش، تا بعد. خب دوستان عزیز،
رسیدیم به پایان این وقتی که با هم قرارش رو داشتیم. من بخوام از ته دل خودم صحبت کرده باشم، واقعیتش اینه که هرچند این ارتباط زنده جای دیدار حضوری رو نمیگیره، ولی خب نباید که با اون مقایسه کرد. در همین حد که من تونستم پیام‌ها و کامنت‌های شما رو مستقیما ببینم، نکاتی که برام میفرستادید و همینجوری مستمر داره میاد، واقعا مایه افتخار هست از اینکه تونستیم در خدمت شما باشیم. خیلی خوشحالیم. عرضم به خدمت شما که من از فرصت استفاده بکنم دیگه چند نفری که مطالبشون فرستادن تشکر بکنم. پیام رحیمی خیلی ممنون و همینطور مجید عابدی و علی خطیب عزیز، رضا کبیر رو که فکر میکنم گفتم، و همینطور از طریق پیام رسان پیام در یوتیوب پیام‌های دیگه‌ای داشتیم. ممنون از محسن عزیز که از ملبورن وصل شدی و همه نکاتی که فرستادید. راضی نبودیم اینقدر راه محسن جان، ولی به هر حال خیلی ممنون. نکات خیلی خوبی هم برامون نوشت محسن. من طبعا ناچارم که فقط همین مواردی که آخریه که جلوی چشمم هست رو بخونم، ولی از همه شما واقعا ممنونیم و دوستانم همه مطالبی رو که نوشتید بررسی میکنن، نکاتی که فرستادید، چون امشب هم در خدمت شما خواهیم بود، اونجا باز به اینا خواهیم پرداخت. به طور خاص بایستی تشکر بکنم از علی، از مهدی عزیز، از فرزین فرزانی که سوال کرده امروز بالاخره نتیجه چی میشه. تلاش میکنیم فرزین جان توی بخش بعدی برنامه حتما بهش بپردازیم. یه خبر خوبم داشتیم، یک رسید برنامه در واقع از پایگاه بسیجی خیلی جلوه زبرس کرده و تاشو نوشته. بر خلاصه حرفاشو اگه بخوام بگم اینه که همین سوختم دیگه، سوختگی درجه 3 هست و خیلی خوشحالم که برنامه تونسته موثر باشه و در قلب پایگاه بسیج هم چنین تأثیری بذاره. همه دوستان عزیز که برام مطلب فرستادید، شعر فرستادید، طنزهای مختلف یا سوال کردید یا تشویق کردید، به هر حال خیلی ممنون. برنامه خودتون هست و با کمک شما قطعا پیش خواهد رفت. امشب ساعت 20:30 به وقت تهران، اجازه بدین که زحمت تبدیلشو به زمانبندی که خودتون در هر جایی که هستید به عهده خود شما بذارم، چون زیاد در تبدیل زمانبندی‌ها سابقه خوبی ندارم و ممکنه اشتباه بکنم. به هر حال 20:30 به وقت تهران به مدت لااقل 1 ساعت در خدمت شما خواهیم بود. تا اون موقع حتما تصاویر بیشتری هم از این حوزه‌های سوت و کور رأی‌گیری و ابتکاراتی که هموطنان دارن به دستمون خواهد رسید و همینطور مطالب شما. از شما خواهش می‌کنم که در اون ساعت هم تشریف بیارین، در خدمتتون باشیم. میتونین به دوستان و آشنایان و کسان دیگه که فکر می‌کنین که دوست داشته باشن که اون ساعت با ما باشن اطلاع بدید و تلاش می‌کنیم که باز هم در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از حضورتون و تا دیدار بعدی که خیلی نزدیک خواهد بود انشالله. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. برو بابا این حنات نداره رنگی، به کلات دیگه هیچ پشمی نمونده. تو رو چه بکاندیدا، تو یه کل پوک هستی، آخرش دست بوسه ولی فقیه پستی. برو بابا رای بهت نمیدیم و بالا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید ایشالله. برو بابا رای بهت نمیدیم و بالا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید ایشالله. یکیشون شیخ بنفشه با او ریش فلفلی، یکی اند قتل عامه نور چشم سیدعلی، نور چشم سیدعلی. لا تأتی تأتی تو، لا تأتی تأتی تو، لا تأتی تأتی تو. رای نمیدم من به کسی، برو بابا رای بهت نمیدیم و بالا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید ایشالله. برو بابا رای بهت نمیدیم و بالا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید